هفته در خدمت شما هستیم و امیدواریم فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و خیلی خوشحالیم که در این هفته هم خدمت شما هستیم. خب مهران خبر اول بگو که ما هم یه کامنتی داشتیم بگیم. آقا تنها خبری که این روزها در نظام ولایت وجود داره همون جمله خامنه‌ای و حمایت بیچون و چراش از پزشکیانه که در واقع با اون جمله نقطه پایانی گذاشت بر تمام تفرقه ها در درون نظام و با یک جمله وفاق رو از دل نفاق بیرون کشید و داد به بسیجی ها. این شور و حرارتی که تو داری فکر کنم اون نداشت. پرگازم نرو. خامنه‌ای روی زمین که بود نمیتونست روی هیچی نقطه پایان بذاره. نقطه میذاشت ولی الا غیر النهایه. حالا که رفته در اعماق زمین نقطه پایان میذاره. ادعای خیلی بزرگه. نمیتونه مطلق نقطه نمیذاره. نقطه میذاره، نقطه پایان نمیذاره. ببین رئیس جمهور رو حمایت کنه. رئیس جمهور پرکار و پرتلاش و پیگیره. عناصری اینجور که پرکار باشن، پرتلاش باشن، پیگیر باشن، اینا رو باید قدر شناسی کرد. اتحاد بین ملت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلح و مردم، بین آحاد مردم، این چیزی است که بایستی حفظ بشه با همه وجود. این توصیه قطعی منه. دیدی؟ توصیه قطعیش بود. این توصیه قطعیش ماستم نباره، چون بعد از این 2 برابر 3 ضرب ریختن رو سر پزشکیان. رسایی رو میگی؟ بابا رسایی که اصلا قدیمیش تو قالیباف رو میگم. آنچنان هو که چپ و راست نثار عظما کرده. ببین ما باید کشور رو با مردم اداره کنیم. ما مردم رو از اداره کشور حذف کردیم. این گیر ماست. اقتصاد ما 80% دولتیه، یه بخشش خصولتیه و خلاصه 10 میلیارد دلار در سال هدر میدیم. تازه اینکه قالیباف خامنه‌ای افسارشو بسته تو استبله، یعنی آقل مجلس که این حرفا رو نزنه، یه دست کرده. وقتی قالیباف اینو میگه با بقیه اون اعضای مجلس شروع میکنن به لنگ و لگدا. چه لنگ و لگدا؟ یکی میگه وزیرشو باید عزل کنیم، یکی میگه خودشو باید استیضاح کنیم، یکی میگه کفایت نداره، یکی میگه اصلا بنی صدریش کنیم. بابا این حرفا کدوم نقطه پایان گذاشت؟ در حوزه صنعت آب و برق گله مردم به حق امروز این سوء مدیریت تبدیل به بحران شده و انشالله بشه طرح سوالی رو که دادیم در دستور کار قرار بگیره یا برای پاسخگویی وزارت نیرو انشالله این برنامه‌ریزی برای هفته آینده انجام بشه. دولت باید پاسخگو باشه و استیضاح وزیر نیرو هم واقعا زودتر اعلام وصول بشه. مردم از ناترازی‌های آب و برق بسیار گله‌مندن. ای بابا این چه وضعش؟ این نشد حمایت که. خب این که اینطوری میگه بعدم این شریعت نداری تو کیهانش میاد پزشکیان رو خط خطی میکنه. ببین چی گفته بهش گفته قرقروی چشم تنگ. ببین شاید فقط در ایران باشد که گاهی مدیران اجرایی که با وعده حل مشکلات کشور خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته‌اند بیشتر از مردم از وجود مشکلات غر میزنند. پزشکیان رو میگه ها. مذاکره نکنیم چه کنیم سوال مدیری است که زاویه دیدش آنقدر تنگ شده که جز مذاکره با اروپا و آمریکا افق دیگری پیش چشمش نمیبیند. من نمیفهمم مگه عظما صریح نگفت که آقا از پزشکیان حمایت کنید؟ اینا مگه ولایت مدار نیستن؟ مگه التزام و اعتقاد قلبی و عروقی ندارن به خامنه‌ای؟ این چه وضعشه؟ اینا دارن. منتها موقعی که عظما روی زمین بود، الان عظما در کیلومترها رفته زیر زمین، نزدیک هسته زمین، مرکز زمینه، داره با استخوان‌های دایناسوری یا قلقل بازی میکنه. نتیجهش این میشه که شریعت مداری هم جفتکه رو میزنه به فتح. آقا این زیر زمین چیه تو انقدر بهش هست زیر زمینه دیگه خودشون. بابا زیر زمین و روی زمین نداره که عصر ارتباطاته. مطمئنی؟ بابا این عصر ارتباطات چیه؟ این یارو توکلی الان 1 ماه رفته جهنم، تازه خامنه‌ای پیام تسلیت داده به خانواده‌اش. عصر ارتباطات با چه وسیله ارتباطی 1 ماه طول کشیده این پیام؟
این پست ایکس پیک شادیه. احمد توکلی اول مرداد مرد، اما تا خبرش از پوسته بگذرد و به مرکز زمین برسه 1 ماه طول کشید. واسه ارتباطات دیگه. ولی آقا من هنوز نفهمیدم که اینا چرا برای حرف خامنه‌ای ترم خورد نمی‌کنن. بابا مگه نمیگفتن حرف این فصل الخطابه؟ میدونی چرا؟ به قول دکتر بزن بهادر روشنت کنم. ببین الان خود این خامنه‌ای شده کیس و بوکس، یعنی خودش سوژه دعواست. بعد انتظار داری یکی بیاد حرفای اینو سر حمایت از پزشکیان تحویل بگیره. ببین یارو با فالوی نظام چی میگه. اخیراً میگن آقا به حرفهای رهبری هم گوش نکنید، حرفهای رهبری تکراری، زیر خود آقا فرمودن و آقا فرمودن سالهاست که دشمن با صدای بلند اعلام میکند که میخواهیم جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاوریم. نه ببین این بوفالوی نظام اساساً آدم جفسازیه. این شاخص نیست، جفسازی میکنه، بعدم دامادش هلیکوپتری شده، تو لک اعصاب مصاب نداره، اینو نمیتونی حرفشو شاخص بگیری. من که دستم خالی نیست. یکی دیگر رو میگم، این امام جمعه رو نگاه کن، ببین اون چه پشت مشتات چه خبره که این امام جمعه خامنه‌ای اومده گفته به این ذلیل رحم کنید. به قول میرسلیم اینو دیگه چی میگی؟ خطی که رهبری میدن، این خط باید برای همه ما جنبه حجیت داشته باشد و نگوییم این بخش ما قبول داریم و اون بخش ما قبول نداریم. به پس اینطور که پیداست این جمله خامنه‌ای در رابطه با حمایت از پزشکیان باد هوا بود دیگه. نه تنها باد هوا بود، بلکه الان کار برعکس شده. پزشکیان اومده دور افتاده که بابا به این عظما رحم کنید. یعنی خود پزشکیان الان شده حمایت کننده خامنه‌ای زیر این چک و لگدایی که گفتیم. وحدت و انسجام داخلی با رهبریت امکان پذیره. یعنی اگر قرار باشه رهبریت رو شما بذارید کنار، انسجامی وجود نداره. یعنی هر کی بر خودش یه سازی خواهد زد و خب طبیعتاً دعوا و اختلاف رو هم چی که دیگه رهبری میفرمایند این کارو بکنید، کسی بلند نشه یه ساز مخالف دیگه بزنه و اختلاف. به این ترتیب عظما میخواست در نظام رو ببنده، وضعیت رو راستوریست کنه، طوفان اومد عظما و در و همه رو با هم از جا کند. آخه مشکل اون در رو برد. آخه این نظام عظما طوریه که این ورش در داره اون ورش اصلا دیوار نداره. و بعد هم این که هی میگفتن که آی خامنه‌ای از دل این فتنه ها قوی‌تر بیرون اومده و اقتدارش بیشتر شده و این حرفا، معلوم شد این هم پوشالی بوده. این یکی دیگه من از خودم نمیگم. بیا ببین خود کارشناس حکومتی چی میگه راجع به این قوی‌تر بیرون اومدن عظما از دل فتنه. گوش کن. اینی که شما میگید آقای خامنه‌ای 30 چند سال بحرانا رو پشت سر گذاشت، باز میتونه. نه، هر بار که بحران پشت سر گذاشت بخشی از وجود خودش هم پشت سر گذاشت. حرف من دقت بکنید، بخشی از وجود خودشو، بخشی از کیفیتشو، تواناییشو، بخشی از اون مقبولیتی که میتونست داشته باشه رو پشت سر گذاشت. یعنی هر پشت سر گذاشتنی بی هزینه نیست. حالا اگه قرار باشه به زبان شماتیک صحبت کنیم، از همه این حرفا این طور برمیاد که از ماشین ولایت چیزی باقی نمونده و فقط داره به زور راه میره، یه چیزی تو این مایه ها. خداش خودش سالم بنده قبول داری؟ ها به خدا خودش سالمه. این ماشین کار نداره، شیشه شب عوض میکنه باشه. اتاقش هم که درست میشه، اینا مشکلی نداره، کاری نداره، درست میشه. تو خیلی ارفاق کردی به مرحله‌ای که ماشین ولایت الان توشه. مرحله واقعی ماشین ولایت اینی که الان من نشون میدم، این واقعی. خب ماشه هم که چکیده شد و عظما و نظام و همه با هم اجماعاً رفتن رو ویبره. کدوم ماشه؟ کی چکون؟ اصلا ماشه‌ای در کار نیست. ماشه‌ای در کار نیست. الان از بالا تا پایین نظام صحبت از ماشه است. ماشه کی گفته ماشه چکون؟ کی گفته؟ معمار برجام، اونی که مدال دیپلماسی گرفته.
قهرمان دیپلماسی نظام ظریف، ببین چند سال پیش چی گفته راجع مالکش اعظم، مالکش اعظم، ببین چی گفته راجع به مکانیزم ماشه قابل عملیاتی شدن نیست. برجام یک سازوکاری داره و اون سازوکار برای اینه که مانع از نقض برجام بشه. خب برجام نقض شده و ایران اون سازوکار رو عملیاتی کرده. در 5 نامه‌ای که من به خانم موگرینی نوشتم قبل از خروج آمریکا و به ویژه بعد از خروج آمریکا رسما سازوکار ماده 36 عملیاتی شده. اصلا جایگاهی مکانیزم ماشه در مورد ایران نداره. حالا بسیجی‌ها میگن که آقا خودش با برجام مخالف بوده، اما این ظریف سرش کلاه گذاشته. عذر بدتر از گناه. اون آقایی که ظریف با این ریشه بلا تکلیفش سرشو کلاه میذاره غلط کرده رفته شده آقا و من یه ملت رو به گروگان گرفته. تازه خود همین آقا ببین سر برجام چی میگه. ما اگر چنانچه به توافقی هم برسیم بلدیم چجوری عمل بکنیم که بعد نتوانن اونها جمهوری اسلامی رو پشت در نگه دارن. مسئولین نظام جمهوری اسلامی بلدن چجوری عمل بکنن. خب آقا بالاخره هر چی بود و نبود این داستان فعال شدن مکانیزم ماشه ولوله‌ای در درون رژیم به راه انداخته و حالا سوال اینجاست که چه عواقب و پیامدهایی داره، نتیجهش چیه؟ ببین قبل از عواقبش من این چیزی رو تصریح و تصحیح کنم. این رسانه‌های استکباری و نظام سلطه یه جوری وانمود میکنن انگار اونا به نظام 30 روز وقت دادن. به طور واقعی نظامه که به اونا 30 روز وقت داده که خودشون رو تصحیح کنن وگرنه تحریما رو برمیگردونه. اینو کی گفته این جمله نقضو؟ خود نویس دزد اعظم قریب‌آبادی. خب یه جوری گفتم فکر کنم مثلا یه کارشناس یه چهره درست حسابی گفت. یکی از ویژگی‌های این قریب‌آبادی اینه که هر جا که میره با مداد میذارن رو. آخه این همش دنبال اینه که مذاکرات کش پیدا کنه، هی خودنویسای بیشتری بره. این نونش تو ادامه مذاکراته. خب آقا نتیجه چی میشه بالاخره؟ چه میکنه این مکانیزم ماشه؟ مکانیزم ماشه یک تأثیر روانی داره. ببین آخوند نوبیان چی میگه. فقط و فقط تأثیری که اینا داره تأثیر روانی است. با دوباره قرار برگرده. برای همین الان دلار ما بالا پایین میشه. یه مقدار تو جامعه باید ملت ایران حواسش جمع باشه، دشمنم میخواد اتفاقا به هم بریزه. یعنی تو میگی این کارشناس رژیم که الان داره میگه این مکانیزم ماشه وضعیت نظام رو بدتر از بد میکنه الان تحت تاثیر القاءات روانیه؟ با اعمال مکانیزم ماشه وضعیت بد و وضعیت بدتر مسئله پیش روی ماست. بازگشت تحریم ها ایران را وارد وضعیت بدتر می کند. راستش میگم من نمیدونم از وضعیتی که الان توش نظام هست بدتر دیگه چه وضعیه واقعا نمیدونم، اما معلومه همین وضعیتی که توش هست بد جوری روانشون رو پریش کرده. یعنی این تاثیرات روانی روان همه رو پریشان کرده. نوبتی هم که باشه نوبت کامنت یک جمله‌ایه و این کلیپ. آقا این خودش کامنت یه جمله‌ای بود. بلند شده رفته چین، بعد توی فرودگاه مقام چینی اومده استقبال پزشکیان، بعد پزشکیان به اون میگه خوش اومدید. میخوای معادله؟ یعنی چی جوری میشه اینقدر پرتاب؟ میخوای معادله رو حل کنم؟ این فکر کرده که نظام سرنگون شده، این رفته چین، بعد داره از اونایی که تازه از ایران در رفتن رفیقاش داره استقبال میکنه. اونا میگه خوش آمدید. حواسش نیست رفته کنفرانس شانگهای. ولی واقعا فکر میکنی رژیم سرنگون شه برای اینا تو چین جایی هست؟ فکر نمیکنم مثلا وقت فرار پیدا کنه. الان ممکنه یه جایی پیدا کنه ولی وقتشو پیدا نمیکنه. بینندگان عزیز ممنونم که همراه ما بودید و تا دیداری دیگه با همه شما خداحافظی میکنم. شاد و سربلند باشید.